شاید برای شما هم پیش اومده باشه که چند بار یک جمله رو به نوجوانتون بگید. مثلا اتاقت رو مرتب کن، کمتر با گوشی کار کن، بیشتر درس بخون، زودتر بخواب. اما انگار اصلا صدای شما رو نمیشنوه. یا بدتر نگاهتون کنه و بگه باشه، اما هیچ اتفاقی نیفته. اینجاست که خیلی از والدین با ناراحتی میگن دیگه حرف من رو گوش نمیده، هر چی میگم برعکسش رو انجام میده. قبلا اینطوری نبود، چی شده؟ اما امروز میخوان جور دیگری به این موضوع نگاه کنیم. شاید همیشه مشکل این نیست که نوجوان شما نمیخواد گوش بده. گاهی مشکل اینه که اون دیگه با همون روشی که ما صحبت میکنیم ارتباط نمیگیره. مادری میگفت من واقعا خسته شدم، هر روز باید چند بار به دخترم بگم درس بخون، گوشی رو کنار بذار، برنامه داشته باش. ولی انگار اصلا منو نمیشنوه. از او پرسیدم با دخترت که صحبت میکنی بیشتر چه زمان این اتفاق میفته؟ گفت معمولا وقتی میبینم کاری رو اشتباه انجام میده. بیشتر که صحبت کردیم متوجه شدیم بیشتر گفتگوهای اونا درباره اصلاح کردنه. یعنی بیشتر وقتها دختر میشنید این کارو نکن، اینطوری نباش، چرا اینطوری شدی، چرا گوش نمیدی؟ و کم کم ذهن نوجوان حتی قبل از شنیدن حرف مادر آماده دفاع شده بود. گاهی نوجوان حرف ما را نمیشنوه، نه به این دلیل که براش مهم نیستیم، بلکه چون احساس میکنه هر بار که گفتگو شروع میشه قراره مورد قضاوت یا اصلاح قرار بگیره. تصور کنید فردی هر روز به شما بگه باید بهتر باشی، باید تغییر کنی، این کار درست نیست. بعد از مدتی حتی اگه حرف درستی هم بزنه ممکنه دیگه با میل و رغبت گوش ندید. نوجوان هم همین تجربه رو داره. اما این به این معنی نیست که نباید به نوجوان تذکر بدیم. نه، نوجوان به راهنمایی نیاز داره، اما تفاوت بزرگی وجود داره بین راهنمایی کردن و مداوم اصلاح کردن. یک سوال مهم: وقتی نوجوان شما اشتباهی انجام میده اولین واکنش شما چیه؟ آیا سریع میگید دیدی گفتم؟ یا اول تلاش میکنید بفهمید چه چیزی باعث شده این اتفاق بیفته؟ همین تفاوت کوچیک روی رابطه اثر بزرگی میذاره. حالا چی کار کنیم؟ راهکار اول، قبل از اینکه چیزی رو از نوجوان بخواین مطمئن بشین احساس میکنه دیده شده. گاهی یه جمله ساده مثل میدونم این روزا برات راحت نیست بیشتر از چندین تذکر اثر داره، چون نوجوان اول نیاز داره احساس کنه فهمیده شده، بعدن آماده شنیدن میشه. راهکار دوم، به جای دستورهای پشت سر هم گفتگو ایجاد کن. مثلا به جای چند بار بگم گوشی رو کنار بذار، میتونید بگید خودت فکر میکنی استفاده از گوشی چه زمانی بیشتر بهت کمک میکنه و چه زمانی بهت آسیب میزنه؟ این سوال نوجوان رو وارد فکر کردن میکنه، نه دفاع کردن. والدین عزیز، گاهی نوجوان ما اگه حرف ما رو گوش نمیده به این دلیل نیست که حرف ما رو نمیشنوه، چون پشت حرف ما فقط نگرانی رو احساس میکنه. او شاید نبینه که پشت تذکرهای ما عشق وجود داره، فقط فشار رو حس میکنه. هدف ما این نیست که نوجوان رو مجبور کنیم همیشه طبق خواسته های ما رفتار کنه. هدف اینه که رابطه‌ای بسازیم که وقتی واقعاً به راهنمایی ما نیاز داره هنوز صدای ما براش قابل شنیدن باشه. اگه احساس میکنید نوجوان شما کمتر از قبل به حرفاتون گوش میده، شاید اولین سوال این نباشه که چرا حرف من رو گوش نمیده. شاید سوال بهتر این باشه چطور میتونم دوباره ارتباطم رو با اون قوی تر کنم؟
اگه این روزا احساس میکنید گفتگو با نوجوانتون سخت‌تر شده، تجربه خودتون رو در کامنت ها بنویسید. شاید سوال شما موضوع یکی از ویدیوهای بعدی مسیر رشد نوجوان باشه.